امروز جنیوری فکر کنم 18 جنیوری 2025 هاتون بیچ تو پوکت جنوب تایلند پایین بالای مالزی دقیقا اون پایین دقیقا مالزیه. بعد هوا 30 درجه یه ذره امروز آفتابیه یه هوا آفتابیه ولی آب گرمه. من همین الان تو آب اومدم بیرون. حالا یه دقیقه میرم الان با شما با ویدیو میرم تو آب که ببینید آب الان دست میزنی گرمه. الان سوار جت اسکیه بودیم، از سوار اون جت اسکیه بودیم دوتایی خوردیم زمین تو آب راه افتادیم زمین از خنده مردیم. خیلی خوب بود دیگه. جای همگی خالی، جای بچه ها خالی، جای خانوم خالی، بچه ها همه نیکی کیان دوستا رفقا همه جا تو خالی. فعلا خدا. اینم که منظره این ورشون. یعنی اگه ویدیو رو برگردونم یه لحظه بذار ببینم میشه. آره حالا نه